سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل شایانشون. بچه‌ها امروز اینجاییم با هم که تست لایف‌هک‌های تیک تاکی رو با هم بگیریم و اینکه یه دمتون گرم بگم بابت حمایت خفنتون از ویدیوهای قبلی. واقعا ترکونید، واقعا فکرشو نمی‌کردم اینقدر خفن باشید، چه لحاظ لایک، چه لحاظ کامنت، چه لحاظ ویو. مخصوصا ویدیو کریسمسمون که لینکش فکر کنم میاد این بالا، حالا اینور یا اینور بزنید. اگه دوست اونایی که ندیدن حتما ببینن، اونایی هم که دیدن دمتون گرم، واقعا ترکونید. به نظرم که دیگه بیشتر از این پرحرفی نکنم و بریم سراغ ویدیو. این داداشمون میگه که بچه‌ها اگر شما بذار از زیر میز جادویی بیارم بادکنک و بمون پوست، من پرتقال کامل آوردم. میگه که اگر پوست پرتقال اون آبشو بچکونید روی بادکنک، خب سر اون واکنش اسیدی که داره بادکنک رو میترکونه. نمیدونم واقعی یا نه، اگه کار کنه که خیلی قرار خفن باشه. بچه من توجه کردید داخل همه ویدیو دارم میخورم. خوب میخوری، ادامه بده. بذارید من میتونستم بهتر از اینم این کارو کنم ولی نش. شب به شب با دستت کمتر کار کن میشه. این پوستش اسراف هم نمیکنم، اینا همش خورده میشه. میدونم اصلا خوردنی باشه اول میریم تو بخوری. بریم که داشته باشیم. آجی چقدر خارجی میکنی. شد حرام بچه، شد کار میکنه پایین لایفکه. اوف چه صدایی هم داد، یه متر پریدم بچه. بریم سراغ دومیش. خب بچه ها اولیشو که دیدید، امیدوارم واسهتون جالب بوده باشه. البته بچه من الان ویدیو کسی که قراره بریم حالا لایفکش رو امتحان کنم از بالا اینجوری میکشمش پایین، اومد پایین. ببخشید الان میذارم. بچه دیدید دیگه، میگه که اگر داخل دارچین بریزی دستت خیس نمیشه، یعنی میره پایین میاد بالا دارچین میونه. البته نمیدونم دارچین ما جنسش اصل و مرغوبه مثل اونایی که تو ویدیو بود یا نه. میگه که دارچین اینجوری بذار بریزم. از همین الان رو آب مونده آجی. اینم از این. خب اینو بذاریم کنار. میگه که اگر شما دستتونو بکنید داخل این ضد آب میشه، یعنی میره پایین ولی خیس نمیشه. امیدوارم ادعاش درست باشه. 1 2 بچه اگه تا اینجا ویدیو رو هم دیدید حتما تا همینجا دیدید لایک میکنید. پشمام برگام نگاه خیس نشد بچه دستم حتی. امیدوارم منو بگیرید این خیس نشد. نگاه کنید یه بار دیگه میکنم خیسه میشه. چقدر ذره دستم بچه خیس نشده. من برم اینا رو جمع جور کنم بریم سراغ ویدیو سوم. بچه اول بریم ویدیوشو ببینیم. امیدوارم مرگ دردناکی رو تجربه کنی. دنبال تاریخ بگردی میکشم زیر صدا آتیش نفس داغ میگم. بچه‌ها مثل این که میگه، البته نمیدونم، شما اگه داخل فانتای پرتقالی تبلیغ شرکت کوکا خمیر دندون بریزی توش هم بزنی، خب رنگش عوض میشه. البته من که بعید میدونم این یکی بگیره بچه‌ها. اینم یه دونه همون پرتقالیه رو بیاریم. یه وقت اگر کف کرد و اتفاقی افتاد اون نوشابه رو یه جایی بیرون از شایان ببینیم، یعنی تو نباشه بچه‌ها. نریزه اینجا رو گند بزنه بشه. اینم میشه. خب بچه خمیر دندونم نو خریدم، خمیر دندونم تموم شده بود. حالا من نمیدونم مقدارش چقدره ولی من میریزم دیگه. خب ما ریختیم، این هم بذاریم اینجا، درشو ببندیم و همش بزنیم. من که مطمئنم این لایفک کار نمیکنه ولی صرفا برای ویدیو این کار میکنه. خب این هم از این. حالا شاید تو ادامه ویدیو تغییر رنگ بده ولی من که بعید میدونم. پس این یکی کار نکه. خمیر دندوناش هم همه ته‌نشین شد ولی بعید نه. حالا من اینو میذارم تا آخر ویدیو، شاید یه ساعت دیگه رنگش عوض شد. بریم سراغ ویدیو 4. بریم اول ویدیوشو ببینیم و بیان. بچه دیدید دیگه چی بود دیگه. میگه که شما خب از مزیزی، میگه که شما اگر انا رو بریزی تو سرنگ، حالا من بزرگ نشم این تو ویدیو، میگه که شما بریزی تو این، بعد اینجوری فشار بدی ازش آب انار میاد. من حالا 50-50 ولی به نظرم میشه من این انارم پوست کنم اینجاشو، حتما فکر کنم و بذارم سر صورت تو یا با هم دیگه معاشرت میکنم.
ما واسه امتحان خب بچه‌ها چند تا دونه میندازیم، چون نمیخوایم حیف و میلم بشه میندازیم این تو. این اگه نشکنه خب بچه‌ها مثل این که واقعی، ولی خب سرنگ ما اونقدر بزرگ نیستش که بخواد جواب اینو بده، ولی بچه‌ها کار میکنه. ولی خیلی آب انار کم شاید به خاطر اناراست. چون این عادی اینجوریه ها، چیزی مصرف نمیکنن، ورزشکاره اصلا. بچه آیتم بعدی خب از همشون خفن تره و امکان داره اینجا رو به گم بکشیم. امیدوارم که کار کنه. بریم سراغ پنجمی. اول بریم لایفکشو ببینیم بعد بیایم. بچه ها میگه که شما اگر به بادکنک یه منطقه خاصی شد چسب بزنی، بعد اون یه تیکه رو سوراخ کنی، به اصطلاح از همون یه تیکه فقط آب میاد. امیدوارم بگیره چون گند میخوره تو اتاقم در غیر این صورت. من برم اینو چسب بزنم بیام بریم سراغ ادامه ویدیو. بچه‌ها همونطور که میبینید من اینو چسبش زدم واسه محض اطمینانم، چون میترسم این بر کمتر برق و سیمه. چرا میترسی؟ خودتو بکن لطفاً. برای محض اطمینانم یه دونه چیز آوردم که نریزه بیرون، ولی میدونم که گند میخوره داخل اتاق. درست شد ولی انقدر سرعتش بالا بود که من نفهمیدم چی شد. وای چه گندی خورد، واقعا گند خورد به اتاقم، همه جا خیسه، کل میز خیسه. ولی خب سومی که نه، پنجمیش یا ششمیش، نمیدونم دقیقاً چندمیشیم. بریم ویدیوشو ببینیم و بیایم بریم ادامهشو بگیریم. کنم صدای بابام تو کل بک‌گراند بود. Pour some salt, just like that. Then sugar. Is it working? بچه ها ششمیش هم که دیدیم میگه که شما اگر نمک و شکر رو با هم قاطی کنی و روش مقداری آب بریزی مثل برفک میبنده. حالا من نمیدونم این میگیره واقعیه نمیگیره، ولی امیدوارم که باشه. بچه این نمک، اینم شکر، همون مقدار حدوداً ذره بالا پایین داره. اینم از این. خب ما اینا رو هم بزنیم بچه‌ها با این همش زدیم و بچه‌ها اینم از آب. خب بذار زیر پخشش کنم. نشد. آبش زیاد ریختم، یعنی امکان داره به نظرتون آبش زیاد ریخته باشم؟ ممکنه. میخوای دوباره بگیریم یه بار دیگه؟ نه بمیر زودتر لطفا. نه بچه‌ها این کار نکرد. اینم کار نکرد بچه‌ها. نه اینم دروغ بود به نظرم. خب بچه‌ها یه دقیقه تا هستیم اینم ببینیم. اینم بچه‌ها حدوداً نیم ساعت گذشته خب، ولی تغییر رنگی نداده، فقط پولتو ریختی تو چهار نظر. اگه می‌خواستی این لایف هک رو انجام بدی خب ما انجام دادیم که شما دیگه انجام ندید. بچه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر دوست داشتید لایک کنید ویدیو رو، واسمون کامنت بذارید، حالا چه به انگلیسی چه به فارسی. اگه انگلیسی باشه که چه بهتر. ولی بچه‌ها حتما مطمئن بشید که ویدیو لایک خورده، چون یوتیوب لایک ها رو میپرونه، مخصوصا ما که چنلمون نوپا و تازه پا. تا ویدیو بعدی